امارت د خپل ملت د آبادۍ دپاره کوشش کوي. همدا یو پروژه نه ده چې بس د سرپل په ولایت کې یو څوک چکډیمونه جوړېږي. لکه شیخ صاحب مبارک چې یاده کړه، په افغانستان کې ډېرې لویې پروژې روانې دي. این پروژه اولین سنگچارک نیست، زیاد پروژه است که حالا انشالله آمده کار است. 100 کیلومتر سرک دیگه انشالله خیر میشه دولت سرپل. ادوام در شما سم میتیم. شما دوستا برادرها امیدواری کارهای امارت اسلامی باشین، خدمتگار امارت اسلامی هم باشین. ملا محمد یونس آخونزاده صاحب در ولایت سرپل با جناب محترم والی صاحب ولایت سرپل تشریف آورده بودند. امروز با جمع از اهالی که در اینجا بودن و مقاماتی که تشریف داشتن، مردم متحدین ولایت سرپل و اهالی قرجات مختلف 5 شبکه آبرسانی افتتاح و بهره برداری سپرده شد. این 5 شبکه آبرسانی در قرجات شامل قرجات اچقله، پنجشیر، سلطان غجر، بیشکپه و اوراج ولایت سرپل می باشه که قسمی که شما میفهمین فعلا ما و شما شبکه آبرسانی بیشکپه را در مرکز ولایت سرپل افتتاح کردیم. این شامل یک القشاب به عمق 80 متر است، یک ذخیره ارتفاعی 20 متر مکعب داره، 20 تخته سولر است، 140 شیردان به شکل خانه به خانه یا هاوس کنکشن است که در حدود با افتتاح و با بهره برداری این پروژه در حدود 300 فامیل با آشامیدنی دسترسی پیدا میکنه. همچنان بودجه مجموعه عرصه هر 5 پروژه شبکه آبرسانی در حدود 17 میلیون افغانی میرسه که توسط شوراهای انکشافی با کمک مالی دفتر محترم یونیسف و نظارت ریاست انکشاف دهات تطبیق کردیده است. چکدمو قرارداد میکرد انشاءالله حکومت امارت اسلامی ته د افغانستان ملت اطمینان ورکوي چې دا پروژه په ښه کیفیت سره د چکدمونه په ښه توګه سره جوړ کړي. بنیانگذاری پروژه شبکه آبرسانی مردم ما از آب صحی که دور بودن، مردم ما که مشکل مواجه صحی می شدن که تشکر از یونیسف، تشکر از انکشاف دهات، تشکر از دولت ما که همین زمینه رو مساعد کرد تا بیاد قریب ما یک کار بنیادی جور کنه. ما از این پروژه تان از این شبکه تان زیاد خرسند هستیم، خوشحال هستیم. اساسی مردم سنجارک، مشکل اساسی مردم سنجارک که در 20 سال محروم بودن و هیچ کاری نشده به نفع مردم سنجارک، این سرکی که جناب والی صاحب بارها اینجا بیان، بارها دیدن و این تجربه را والی صاحب دارن، میبینن سرک مردم خراب است. این سرکی که از دوابت تا اینجا بیان اصلا اسفالت نشده، جغل هست و سرکی که از سرپل تا اینجا بیان مشکلات خود داره. که تقریبا 106 متر طول دارد با 5 متر ارتفاع با ظرفیت 40,000 متر مکعب آب که ذخیره آن را دارا می باشد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.